سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه هندمون کیکسی ملایمکی عجایبا تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما: کفیر لازم 150 میلی لیتر، 50 گرم شکر، 100 گرم مسله یا روغن رستنی، 230-250 گرم آرد، 2 دانه تخم، 10 گرم رزرخ لیتر من گرفتم برای داخلش مویز و 4 مغز. خواهید استفاده برید، نخواهید نه، شرط نه. این محصولات برای تیار کردن کیکسی ما لازم است. ما در اول 2 دانه تخم میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما به فیض و برکت و آبروتیت. 2 دانه تخم ما با شکر لب میزنیم کمتر. یا کیکسکی ملایمه که با لذت میبیاد. لب زننده شکرات میشه. لب زدیم. اکنون من کفیر همراه میکنم. کفیر همراه کردیم امیختار میکنیم. اکنون من مسله میتونید روغن رستنی هم استفاده برید، شرط نیست. حتما مسله ملایمی در حرارت خانه آب شدگی باشه. نگاه کنید مسله ما چه ملایم یا که آب کنید. لب زدیم. اکنون حتما ما آرد با رزرخ لیتر همراه میکنیم. 10 گرم میباشد ساده یا که اکسوسه همراه کنید هم میشه. ما میخته کره خمیر ما با همراه میکنیم. بسم الله الرحمن. اینطور ما خمیر تیار میکنیم. خمیر ما هم تیار شد. نگاه کنید، نه غص نه سیوق. من 4 مغزو مویزم همراه میکنیم داخلش. به همین طور من قالبچه من سیلیکونه من روغن یگانچی نمیکنم. ما با یک قاشق همین خمیر پر میکنیم برای اینکه خودش ورم میکنه. همیشه میگیریم قالبه همینطور. به هر طرزی تیار کنیش آسان. میتونید یا که فرمه های کلامبه گریده میشد، شرط نیه. خیلی مایده پختن. من فرمه چی گرفتم خمیرامایه به مدت 20-25 دقیقه 180 درجه پخته میگیریم. ما بینی تفتان بمیمانه. چیکار میبینید کیکسی ما هم تیار شد. نگاه کنید چه نمودش شروع آمد. ما کو کمتر ساخرنی پودر میکنیم برای باز هم با لذت‌تر شدن و شروع آمدنی کیکس ما. همینطور اکنون درنوی کیکس ما ببینیم چه آمده است. من نمودش بکنید گردکاش چه آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من داخلش شروع پختگی هر جاش به یعنی میز و 4 مغزش آمدگی. همینطور به حد خمیراش ملایمک خوشخور. شما هم حتما برای نزدیکان خود، برای فرزندان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ما ویدیوهای بهتر و بهتر میکنیم. دستگیری شما هم پیشروی ما می باشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.